پارلمان هندوستان با طرفداری از منع 3 طلاق اسلامی آواز داده آن را به جنایت برابر کرد. طلاق در اسلام با 3 بار ابراز نمودن کلمه طلاق در هر شکل امکان پذیر، شفاهی، ایمیل و یا SMS قابل قبول است. دادگاه عالی هندوستان در سال 2017 3 طلاق را عملی غیر کانستیتوسیونی نامیده بود. جانبداران این اقدام منع 3 طلاق را برای حمایت از زنان مسلمان ضرور می‌شمارند. مخالفان قبول این قانون میگویند که این یک نوع مجازات مسلمانان بوده، راه را برای سوء استفاده باز میکند. طبق این سند شخصی 3 طلاق داده را 3 سال زندان تهدید میکند. در تاجیکستان طلاق قوه قانونی ندارد و مناسبت‌های عائلوی را اداره ثبت حالت‌های اسناد شهروندی به رسمیت می‌درآورد. اما اکثر اهالی کشور خود را پیروی دین اسلام می‌دانند و حکم طلاق در جامعه پابرجاست. اخیراً سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی از ساکنان دعوت کرد که از تجربه SMS طلاق دست